خب با عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزان عزیز، سوال اول امتحان نهایی پایه 12 درس حسابان سال 1403 رو در خدمت شما دوستان هستیم. سوال چی میگه؟ میگه درستی یا نادرستی عبارتهای زیر رو تعیین کنید. قسمت الف: اگر توابع F و G در یک فاصله اکیداً نزولی باشند، تابع F به علاوه G نیز در آن فاصله اکیداً نزولی است. خب تعریف تابع اکیداً نزولی خاطرمون هست. میگفتیم یه تابع در یک فاصله اکیداً نزولیه اگر برای هر آ و بی که تو اون فاصله در نظر بگیریم و آ کمتر از بی باشه، داشته باشیم اف آ بیشتر از اف بیه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر رو نمودارم بخوایم رسم کنیم، مثلا این آ باشه، این بی باشه، اف آ اگر این نقطه باشه، اف بی باید کوچیکتر از اف آ باشه، یعنی اینجا نزولی بودن رو دقیق میبینیم. خب حالا میریم قسمت الف رو بررسی کنیم. تابع F گفته اکیداً نزولیه، G هم اکیداً نزولیه. آ رو کمتر از B میگیریم چون F اکیداً نزولیه، تو اون فاصله F آ بیشتر از F بیه. چون G هم اکیداً نزولیه، G آ هم بیشتر از G بیه. حالا سوال از ما چی میخواد؟ تابع F به علاوه G رو میخواد بررسی کنیم. تابع F به علاوه G با توجه به این دوتا نامساوی که داریم چجوری به دست میاد؟ میتونیم این دوتا نامساوی و طرفینش رو با هم جمع کنیم. این میشه F به علاوه G توی نقطه A و این میشه F به علاوه G توی نقطه B. خب از A کمتر از B به این نتیجه رسیدیم که F به علاوه G توی نقطه A همواره بیشتر از F به علاوه G توی نقطه B. خب اینم که واضحه، تعریف تابع اکیداً نزولی است. پس گزاره الف درست است.